قوی عزم و ظفر ایجاد خلق قهرمان دارم. با بالای سرم مرغ سعادت می کند پرواز. زمینی سبز و خرم آبهای زرفشان دارم. السلام علیکم میهمانان و نشستگان این محفل متنتن، کلی استادان و طالب علمان، شما را در این روزگار منور و در این بهار عالم افروز که سنه فرخنده و فیروزی شاربینی، کل استادان و طالب علمان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 15 شهر پنجکین به نام ابوالقاسم فردوسی صدقاً مرحبا میخوانم. ای خوشا از ملت من باز خوش روزی بود، در وفای خانه من باز نوروزی بود. میهمانان عزیز آلقدر، حاضرین گرامی، اینجا طبق امر و فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت، در سراسر جمهوری تاجیکستان 110 سالگی زادروز شاعر خلقی تاجیکستان، قهرمان خلق تاجیک، برنده جایزه به نام استاد ابو عبدالله رودکی، منادی صلح آسیا و افریقا، استاد میرزا ترسونزاده تجلیل می گردد. آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 15 شهر پنجکین تصمیم گرفتند که در این روز فیروز و فرخنده این جشن مبارک استاد را صمیمی در شاهدی شما تجلیل گردانند. از این خاطر حاضرین گرامی، دوستان ارجمند، در میهمانی ما از حاکمیت محلی و دولتی شهر پنجکین، از شعبه معارف شهر پنجکین میهمانان حضور دارند. حضور مبارک شما را مرحبا میخوانیم. و اینجا سرآغاز میخواهم سخن اول را با جانشین رئیس حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین، مدیر شعبه کار با زنانی حاکمیت محلی و دولتی شهر پنجکین، محترمه تاجیه و مولوده بانو، بیا که قدمهای تو را فرخنده بخوانند یاران، زینت گل رسد باز میگویند جانان مروا. السلام علیکم آموزگاران، خواننده‌های عزیز. ما طبق نقشه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین تصمیم گرفتیم که بخشیده به 110 سالگی استاد میرزا ترسونزاده در تمام مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر چاره‌بینی‌های گوناگون برگزار نماییم. ما چاره‌بینی‌ها را در تمام مکتب‌ها در دایره مکتب برگزار نموده، جنبستش را در خود کمیته اجرایی شهری پیشنهاد می‌نماییم. آن فعالان، آن خوانندگانی که بسیارتر درباره استاد میرزا ترسونزاده میدانند و بسیارتر خوشرویتر قرائت میکنند، آن شعرهای میرزا ترسونزاده را ما به کمیته اجرایی دعوت نموده با یک بار دیگر در بین همه خوانندگان آزمون ترسونزاده خوانی اعلان نموده برگزار می نماییم. برای همین ما تصمیم گرفتیم که اول در بین خود خوانندگان در مکتب ها این چاره‌بینی ها را برگزار نموده، پس جنبست را در کمیته اجرایی برگزار نماییم. تشکر زیاد به دقتتان. سلامت و سربلند باشید. السلام ای غنچه های باغ دوران، السلام السلام ای حامیان علم و عرفان، السلام السلام ای چهره های بخش علم و معرفت، صد سلام ای دوستانی بهتر از جان، السلام السلام ای قیمتتر از گوهر دریای جود،
السلام ای تازه‌تر از گلبرگ صحرای وجود. السلام ای آن که تو از جبهه آدم نتافت. نوری پاکت کس نبود از قدسیان او را سجود. صد سلامت میفرستم هر دم فخری کرام، گوی که آید یک علیکم در جوابی صد سلام. خلق بر شعر تر و بر گرمی دیدار او چون به اقلیم وطن بسیار عادت کرده بود. هر کجای بود ترسونزاده میرزا خلق بود، هر کجای خلق بود میرزای ترسونزاده بود. مهمانان عالی قدر، استادان عزیز، طالب علمان گرامی، شما را با صمیمیت بی اندازه و محفل بدیعی ادبی که بخشیده به 110 سالگی شاعری خلقی جمعیتی قهرمان خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده مرحبا میگوییم. خلق تاجیک با فرزندان فرزانه خویش در عالم مشهور گشته است. میرزا ترسونزاده یکی از آنهاست. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دستور دادند که در تمام قلمرو جمهوری 110 سالگی قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شود. ما بحر دلشناسان شعر و ترانه هستیم، بحر نواشناسان چنگ و چغانه هستیم. گویند شاعری خوب فرزندی دور خویش است، بحر زمان شناسان ما خود زمانه هستیم. اینک به صحنه محفل شاعر صلح‌پرور تاجیک منادی صلح آسیا و افریقا استاد ترسونزاده را پذیرایی می‌نماییم. گرچنده سال 1977 قلب شاعر از تپیدن باز مانده باشد تا به امروز اشعار فرغان‌آور روحی پاک استاد خدمت‌های شایسته بر یار و دیار پیش نظر جلوه می‌بخشد. فرزند فرزانه ملت همیشه در یاد ماست و با ماست. چون نهادم پای خود را بر سر خاکی وطن، بارها بوسیدم از رخساره پاکی وطن. عزیزان، با نهادن قدم های مبارک خود شکرانه از آرامی و آسایشتگی وطن کردم. سالهایی که دور از وطن بودم به مملکت های گوناگون سفر کردم. عذاب و شکنجه، ظلم و استبدادهای مملکت های دیگر را شاهد گشتم. از این رو برای پیشرفت کشور عزیزمان شکر کنیم، بهر پیشرفت و ترقیات آن حصه گذاریم و آن را صمیمی دوست داریم. آنقدر در دلپسندی وطن در سری تصویر حسنت کس نمی‌یابد سخن. آسمین نام رضا
میرزا ترسونزاده. فرزند فرزانه ملتی تاجیک، شاعر خلقی تاجیکستان، ارباب شایسته دولتی و جمعیتی و صافی صلح و دوستی، سردار اتفاق نویسندگان تاجیکستان، قهرمان خلق تاجیک، دوم می سال 1911 در گذر چرمگران دهه قرطاق وادی حصار چشم به عالم هستی گشوده است. سهم ارزنده استاد میرزا ترسونزاده در پیشرفت ادبیات معاصر تاجیک خیلی ارزشمند است. توسط اشعار پرقناوتش، داستان‌های تربیوی و اخلاقیش، نظم و نثر دلکش و رنگینش نه تنها در میان خلق تاجیک بلکه بیرون از کشور شهرتیاب گردیده است. در اشعار میرزا ترسونزاده دوستی خلقیت و ملت‌ها روشن عیان می‌گردد. رشته دوستی دو خلق بزرگ تاجیک و ازبک روز از روز مستحکم می‌گردد. قدردانی میرزا ترسونزاده با شاعر و نویسندگان ازبک غفور غلام، حمید عالمجان، زلفیه، شراف رشیدوف و دیگران نمونه عالی دوستی بین دو خلق بود. این بود که شاعر در وصف دوستی غزل دوستان را گمکن را می آفرد. توانی دوستان را گمکن، دوستانی مهربان را گمکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل کن کسان را گم مکن. دوست را از دوست جان فرق کن، دوستی پیوندی جان را گم مکن. چشمه الهام ما خلق است و بس، خلق مشهوری جهان را گم مکن. زینتی با از گل خندان بود، مثل گل خندان لبان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. شاعر هنگام عزم سفر در دولت‌های گوناگون از ناآرامی و بی‌عدالتی‌های آن کشورها آگاه گردیده وصف صلح و دوستی، آزادی، آبادی و گلگون شکوفایی عالم را آرزو نموده چنین می‌سراید: صلح در گلگون شکفتن‌های جانان کشور است، در شعاع آفتابی طالعی بحر و بر است، در سرودی علو و بیدار چشم مادران، خواب آرام و تبسم‌های خرم کودکان. می نویسم من سرودی صلح را با خون دل، با تپیدن های به آرام و روزافزون دل، تا یراقی تیز گردیده به دستی دوستان، جنگ جویان را کند شرمنده روی جهان. برای خدمت‌های شایسته با استاد میرزا ترسونزاده از طرف دولت با عنوان‌های زیرین قدردانی شدند: شاعر خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، دارنده اردن و مدال‌های حکومتی، دارنده جایزه دولتی و بین‌المللی، قهرمان مهنت سوسیالیستی، سردار اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان تا آخر عمر. سال 2001 به مناسبت 90 سالگی زادروز به استاد میرزا ترسونزاده عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. قرائت غزل‌ها از اجرات میرزا ترسونزاده گروهی گلدختران اجرا میکنند.
عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. و مثل گوشت و ناخن من همیشه با وطن بودم. اگرچه نصف عمر بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فوراً هوای تو. من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. و وقتی بازگشتن چون رسیدم در حدودت من، ز سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من. نشستم در زمین تو، پریدم در هوای تو. با آواز درودت من، با آهنگ سرودت من. اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، و سیاحی مرا کردند گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا، در همه کنج و کنار دهر همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. من در هوس چهره خندان تو باشم، در بند سر زلف پریشان تو باشم. از لطف اشارت کن و من تاخته با سر، دو دست به بر گوش به فرمان تو باشم. گر جان طلبی زود طلب کن که براحت، جان بخشم و اما به غم جان تو باشم. جانا من از این کار تو حیران تو باشم. تا کی ز پیت من دوم از من تو گریزی، پیش صنم و صدقه و قربان تو باشم. آفت و بهار گل رویت نرسد هیچ، تا بلبل شیدای غزل خوان تو باشم. تو را 100 بار گفتم که غلامت من، همین کافیست. فدای یک کلامت، یک سلامت من، همین کافیست. نوشتم، پخش کردم، مهر ماندم دست به گفتار. حیاتم را، مماتم را به نامت من، همین کافیست. تو دانی فعل و اطوار غلامان شور و اسیان است. شکستن، پاره کردن کنده با زنجیر زندان است. چرودی که جوشیده، خروشیده برون رفتن. ز قعر تنگنا آمال آزادی پرستان است. ولی من آن غلامم که نه اسیان میکنم نه شر، نه با تو میکنم جنگ و نه از تو میشوم من دور. همیشه با تو میخندم، همیشه با تو میگیرم. اگر خواهی تو من هیجو، اگر خواهی تو من مشهور. وفا کن گفته بودی من وفا کردم، همین کافیست. دلم را در وفا آب و ادا کردم، همین کافیست. اگرچه ابتدای عاشقان در عشق هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم، همین کافیست. سن و سال زن به کس پرسیدن از آداب نیست. سن و سال خویش را گفتن به زنها خاص نیست. زن است و در همه حالت چو زن میماند آن. این معمایی است که حاجت به پرس و پاس نیست. از زن امروزه ما حکمت و اعجاز پرس. در فضای زندگی کیفیت پرواز پرس. از زمین زن می رود، سیر کواکب می کند. دوره ما کرد زن را در هنر ممتاز پرس. زن نباشد زیب و زینت نیست در مأوای ما. هوش در سر روشنی در دیده بینای ما. زن نباشد نیست در روی زمین نقش حیات. دم که به زن
تا ابد در گل بماند پای ما. مرد باشه بیرق بالای سر کن نام زن، ثبت در باب ظفر با خط زر کن نام زن. نام زن تا آسمان بردار در بالای کف، مشعل تابنده چون شمس و قمر کن نام زن. بی تو تنهایی کشیدم، دردی من بالا گرفت. دید رنگی من طبیب و در بری من جا گرفت. یاری بی پروای من از من خبرداری نکرد، گرچه دودی آهی آتش باری من دنیا گرفت. از شکفتنهای گلها باغها گلگون شدند، غنچه امیدی من یک گوشه صحرا گرفت. عاشقی ای دردمندان دردی بی درمان بوده است، آتشی سوزان هجران در دلم مأوا گرفت. از یکی پرسان شدم که یاری من بی من چی کرد، گفت بی تو با دیگرها ساغر و مینا گرفت. دل تپیدن داشت از بس که درونی سینه‌ام، رفت آرام در نسیم ساحل دریا گرفت. رقص تناور از اشعار استاد میرزا ترسونزاده در رقص غالب آزمون جمهوریوی تلویزیونی پروین زهرا بابایوه.
مادر موضوعی زن مادر محض جایابه شده است. سبب این است که استاد در ایام خردسالی از مادر خود یتیم میمانند. سالیان زیاد پسی سر میگذرند و در یادش میآید. شاعر محبوب نزدیک هر یک ظرفهای پیر ده هر هفته از مادر خود پرسجو میکند و در غم او قلم به دست گرفته شعر پرمضمون خود را انشا مینماید. طیف ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست. قامتی تو، چشمی تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. رفتم از زنهای پیری ده کردم جستجو، رفته با سنگ مزاری تو نمودم گفتگوی. گوش کردم رفته هر یک جنبش شاخی درخت، با گیاه و سبزه های دشت گشتم روبرو. رود می گفتم که او آبی مرا نوشیده بود، کوه می گفتم که در آغوش من کشیده بود. غوزه می گفتم که کرباسی مرا پوشیده بود. دایه می گفتم که با من شیرگه دشیده بود. چشمه می گفتم که آمد کوزه بر سر پیش من. خور می گفتم که پایش کرده زخمی نشیمن. برق می گفتم که از من بود چشمش در گریز. ابر می گفتم که بود در گریه کردن خویش من. شهد در کامش همیشه تلختر از زهر بود. هم شریعت هم طریقت سروری بدقهر بود. مادری بیچاره تو مختصر سر تا به پای، یک زنی ناسوده و یک مشتی پر در دهر بود. یک زنی دیگر که در ده بیش از 100 سال داشت. مادرت می گفت او در کنج لب یک خال داشت. کلچه رو زنجیر مو در قد و قامت چون نهال. گر سوال آید از مولا زبانی لال داشت. مادرم با یاد تو گشت و گذار میکنم. بهر مهر تو دل خود را مزار میکنم. خدمتی شایسته بر یار و دیار میکنم. نظم خود را بر سر قبرت شعار میکنم. دوست دارم مادرم با یاد تو قشلاق را. رودهای نقرگون و نیلوگون آفاق را. جلوگر در بام مکتب لالگون بیراق را. همزمان قشلاقیانی در محبت تاق را. شعر گویم آید از شعرم صدای مادرم. دیه گویم بر سرم آید هوای مادرم. سال خورده گر زن روز دوچار آید به من. گویمش که باش تا هستم به جای مادرم. زن اگر آتش نمی شد خام میماندیم ما. نارسیده باده در جام میماندیم ما. زن اگر ما را نمی بخشید عمری بردوام، بی تخلص بی نسب بی نام میماندیم ما.
گر نمیدیدیم از کودکی آغوشی گرم، از محبت بیخبر ناکام میماندیم ما. گر به چشم ما نمیدوشید مادر شیر خویش، کوری مادرزاد در ایام میماندیم ما. گر نمی آمیختیم از زن ره رسم و ادب، بدگوهر بدزاد بدفرجام میماندیم ما. زن اگر آتش نمی شد خانه ای ما سرد بود، بی چراغی روشنی در شام میماندیم ما. در کمالی اولی از زن نمی آموختیم، لب فرو بسته به همچون لام میماندیم ما. آتشی زن بود که ما سوختیم و ساختیم، وگرنه چون سنگی سری اهرام میماندیم ما. اگر از گریه کردن آب میشد دل من بود، به سیل عشق میشد غرق منزل من بود. اگر آسان نمیگردید مشکل من بود، به زیر موج دریا مانده ساحل من بود. اگر چه مردنی فرزند را در جنگ دیدم من، اگر چه بارها بیگانه دل سنگ دیدم من، با امیدی که بینم چاهکنها را به زیر چاه نمردم، گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم. نمردم زیستم فرزندی خود مرا کلام کردم، شبی توی عروسی اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیدم مرجان گشت، مرجان را به کلین پیشکش کردم، دعا چون مادرم کردم. ندارم طاقتی داغی پسر دیدن دیگر هرگز، سراسر سوختاری پرشرف دیدن دیگر هرگز. به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز، حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام گردید. حالا بیت برک از اشعار استاد میرزا ترسونزاده. از سفر آورده‌ام سواری خوب، یادی یاران یادی آدم‌های خوب. بهار آمد صدایی بلبل آمد، نسیمی فارم و بویی گل آمد. لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سبسفید آلو به سر کرد. درختی نب به باغی نشنانه، درختی سبز و شفتالو رسانه. به باغی ما درختی ناب روید، اناری لاغرنگ و تاب روید. دمی که دلبرم مانند گل خندیده می‌آید، امیدی تازه در دل نور نو برگیده می‌آید. تنش را داده با پیراهن ابریشمی آرام، گمان سازی که گل در برگ گل پیچیده می‌آید. دیر از بعد باران تیر و کمان برآمد، بیرقی نو بهاران پرتر فیشان برآمد. از قطره‌های باران در آفتابی تابان، رخساره تر نموده ابر کمان برآمد. دست را از دست جانم فرق بود، دستی پیوندی جان را گم مکن. چشمه الهام ما خلق است و بس،
خلق مشهوری جهان را گم مکن. ندارم طاقت داغ پسر دیدن دیگر هرگز، سراسر سوختار پرشرر دیدن دیگر هرگز، به هر یک خانه طفلی بی‌پدر دیدن دیگر هرگز، حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما، نارسیده باده ای در جان میمانده ما. زن اگر ما را نمیبخشید عمری بر دوام، به تخلص به نسب به نام میمانده ما. آمدم در تاجیکستانی عزیز تا ببینم روی یارانی عزیز، تا به آنها من حکایت‌ها کنم، مجلس خرسندی برپا کنم. میده بافی کرد مادر شسته تاری کاکوه، تخت پشت پرنیان کش از قطاری کاکوه، باغی حسنت گل کند هر روز و هر ساعت، چه خوش چون که آمد موسمی ابجو براری کاکوه، تا به کی پنهان کنم دردی دلی بیچاره را، تا به کی از اشک سرزان تر کنم رخساره را، از گلستان محبت تا رسد بوی وفا، از سری که یش نکندم دیده ای نظاره را. آسیا گرم گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی ها ای سربلندی ما گذار. آسمان در گنبدی سبزش اگر جایت دهد، آشیانی فکری دراندش در آنجا گذار. روی به خلقو کشوری محبوب کرد، مرگی به انصاف رو مغلوب کرد، تاق سرباز و قلم شمشیر شد، پاسبانش نظمی عالمگیر شد. دستی رو جستجوی داره ما، آرامی دیگر داره ما. سرود از اشعار میرزا ترسونزاده ستاره من صدا می‌دهد. در
صحنه‌چه لحظه از حیات شاعر پس از بازگشت از سفری طولانی. سلام زولفیا بانو. استاد احوالتان چطور؟ خیلی خوب. خودتان چطور هستید؟ تشکر استاد. سفرهایتان چطور؟ خیلی خوب گذشت. رحمت برای تشریف آوردتون. زولفیا بانو، مرحمت یک بالا چونشه؟ رحمت استاد، وقتم تنگ است. از دیدار شما چنان شاد شدم. حتی فراموش کردم که دوستانم مرا در قهوه‌خانه انتظارند. خوش باشید. به اهل عائلتون سلامی مرا رسانید. خیر، در امان خدا باشید. خیر. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دل من منزل یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. بی تو نگذشت از گلویم آب هم، بی تو در چشمم نیامد خواب هم. بی تو هر یک روزی من یک سال شد، بی تو دل غش کرد چون اطفال شد. بی تو دیدم گرچه زیبا دختران، بی تو بشنیدم سرود عاشقان. بی تو در وصف زنان گفتم سخن، بی تو در مجلس فشردم دست زن. لیک در پیش نظر روی تو بود، جلوه ها و چشم و ابروی تو بود. جان شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. نیستم مثل پدرهای دیگر، در بری فرزندها شام و سحر. چار گردد چشم آنها در رحم، گم زند دلهای آنها دم به دم. کو پدر گوید اگر فرزندی ما، می نمایی تو به سوی در نگاه. در زمانی پیش اجدادان ما، ترک می کردند کوهستان ما. بخت می جستند از بیچارگی، مرده می رفتند در آوارگی. ما ولی از آن غریبان نیستیم، در سراغ بخت سرسان نیستیم. بخت را با مهنت آزادی خیش، کرد انسانی سویتی پرورش. ما سفر داریم با امری وطن، با سفارش های خلق خیشتن. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. سرودها از اشعار میرزا ترسونزاده در اجرای خوانندگان صدا می‌دهد. مرحبا می‌نماییم. به تو دمهای کشیدم، دردی
مانده خاله عقلم را گو خالی سیاش میپارکه دیگی نگاهش میپارکه دیگی نگاهش. یکی از خوانندگان مؤسسه ما نوکلان جوان گلچهره کریمی در وصف استاد میرزا ترسونزاده شعر ایجاد کرده است و میخواهد این را پیشکش ما گرداند. فردی میلت گر بود فرزانه نمی گردد زی خود بیگانه پیکر میلت به وحدت زنده است پایه میلت به وحدت زنده است اصلی آدم حاصل یک گوهر است روح آدم زاده یک گوهر است در نبرد زندگی با هم شوید یک دل و همبسته و با هم شوید ملت را گر خدا پیدا کند در نومه صاحب دل پیدا کند اختر ملت شوند صاحب دلان سرور ملت شوند صاحب دلان ملتش بیند حیاتی تازه تا به گیتی گر برند آوازه نام ملت صد جهان بیدار کرد فرد ملت صد جهان بیدار کرد نامینه کت یاد باد ای میرزا روح پاکت شاد باد ای میرزا. غالبی آزمونی فروغ صبح دانایی جرأت و تمنا. رودی کهی نشستم در لب دریای کهی با خود من یافتم مأوای کهی سرش بر سنگ میزد رودی کهی و دامن چنگ میزد رودی کهی و مثل شیر نودوشیده بود پلنگ و ببر خونوشیده بود دره از غرش بادش صدا داد نسیمش جسم و جانم را غذا داد و دو گفتم که رودی روشن استی مراد و مقصدی هر گلشن استی دلت پرجوش رویت پربار است به هر جایی که رفتی نوبهار است هوای باغ و بستان خرم از توست زمین تاجیکستان خرم از توست تو وحشی بودی و ما رام کردیم به نورستان تو را انعام کردیم. سعادتی یگانه ای مادرم محبتی یگانه ای باورم برای جاویدانه ها ای دلم ترانه دلم ای گلشنم تراوتی دلم جان و تنم برای تو بالا فدا وطنی جان بدش همیشه بدش روحی جانم بدش همیشه بدش سخنی دایش ما رهنمای ما تاجیکستان بدش همیشه بدش وطنی جان بدش همیشه بدش روحی جانم بدش همیشه بدش سخنی دایش ما رهنمای ما تاجیکستان بدش همیشه بدش. محفل علمی، ادبی و فرهنگی بخشیده به 110 سالگی
میرزا ترسونزاده به اتمام رسید. آفتابا باری دیگر خانه را پر نور کن، دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. اینا عزیزان دل قطره از اشعار شاعری صلح‌پرور تاجیک میرزا ترسونزاده از طرف طالب علمان و استادان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 15 شهر پنجکین به اتمام رسید. برای قدم های مبارک شما بار دیگر یک جهان عرض سپاس و منت پذیری و اینک عزیزان دل می خواهیم رشته سخن را با کارمند شعبه معارف نزد حکومت شهر پنجکین محترمه اشور و برنابانو یک قلب بررسیم. تشکری زیاد باری دیگر. السلام علیکم مهمانان، استادان و شاگردان عزیز. موافقی نقشه چاره‌بینی حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین و نقشه چاره‌بینی شعبه معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین بخشیده به 110 سالگی زادروزی استاد زنده‌یاب استاد شیرین کلام میرزا ترسونزاده در تمام مؤسسه‌های تعلیمی شهر دهات همین خیلی محفل‌های فرهنگی و دینی علمی گذرانده شده است. ما امروز در مؤسسه تحصیلات میانی رقم 15 که چنین محفل زیبا را گذراندن اشتراک کردیم. بسیار همین محفل به سطح بلند، جالب دقت، پرمضمون گذشت. ما بسیار خرسند شدیم که شاگردان شمایان استادان عزیز چنین دانا، چنین زیبا شعرها را قرائت کردند، غزل سراییدند، گفتارها گفتند، سرود خواندند، رقص کردند. چه خیلی که نباشد کمی باشدم خاطر ما بالیده گردید. گفتن ممکن است که دم گرفتیم. برای همین من شخصا از نام خودم، من شخصا از کارمندان شعبه معارف در اینجا اشتراک دارم، از نام اجرا کننده مدیر شعبه معارف مطرب علیشیر با شمایان هیچ از همه با استادان برای آن که برای تیار کردن چنین محفل زیبا باید حق و مسئولیت آموزگار کلان باشد و آموزگاران زبان ادبیات مخصوصا با روحول و ماموره من خلیل و رجب و من معلمه ها گفتن ماموریت همین تعلیمگاه مخصوصا با سروری همین تعلیمگاه صاحب منتداری خود را بیان کرده با شمایان پیش از همه سلامتی عمر دراز و با کارهای پرمسئولی پداگوگیتون بردباری ها کامیابی ها خواهانم. با شما شاگردان عزیز اکثریت شما خوانندگان صنف 11 بودگیتون با شمایان خط کنندگان و دیگر شاگردان میخواهم که همین مکتب عزیز خود را با بهای خوب و اعلا من همین خیلی با دانش‌های نمایان خط نموده همین سال بررفته با آرزوهاتون رسیده به دانشکده‌های عالی داخل شده خوانده با نام نیک سری بلند تمام کرده کادرهای نمایانی ناحیه ولایت جمهوری گردیدون. ما از پس شما مخصوصا پدر و مادراتون مخصوصا استاداتون مکتبتون فخر کنند. دائما صحت سلامت باشتون. من بسیار خرسند شدم یگان کمبودی همین محفل بر یافته نشد. رحمت زبان من زبان ملت من، بهشت من، مهی من، اختری من. اگر یک لحظه قدرت را ندانم 200 من خاک بادا بر سری من. شناسنامه هر یک ملت زبانی روست، زیرا در هر سخنشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت، رئیس حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان پیوسته تکرار میکنند که اول زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان مادری خویش را باید که پاکیزه و بی آلایش نگه داشت. از این خاطر در مهمانی ما کارمند شعبه معارف شهر پنجکین
بخش زبان و ادبیات تاجیک محترم امامبردی فضول دارند. اون شخصانی که امروز این برنامه را آماده کردند و همه شما یک جهان تشکر میگوییم، زیرا طبق دستور و سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروزها در کل قلمرو جمهوری تاجیکستان جشن 110 سالگی قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسنزاده برگزار گشته ایستاده است و ما حالا از مؤسسه دوم دیدن کرده ایستاده ایم که همین آزمون، همین شب نشینی، همین کنفرانس به یک سطح بلند گذاشته ایستاده است در شهر دیهات پنجکین گوییم. و امروز ما خیلی خرسند شدیم که خیلی که معلمه گفتن یگان نارسایی در سخنرانی خواننده ها، یگان کمبودی در شعرخوانی آنها، در رقص آنها، در سرود آنها دریافت نشده بود. خصوصا خدمت استاد عزیز خوجمیارов هم در این کار خیلی وجود دارد. دیگر استادان و خطور دیگر شاگردان و خطور دیگر دستاندارکارانی که این همایش را گوییم آماده کردند. استاد بازار صابر در سوال ترسنزاده میگوید که هر کجایی بود ترسنزاده میرزا خلق بود، هر کجایی خلق بود میرزای ترسنزاده بود. شما عزیزان دل دیده امروز گویم میرزا ترسنزاده که در دل دیده های ما است بار دیگر برای ما شناسانیدید. رحمت برادران عزیز برای یک چوربینی خیلی زیبایی که از طریق مؤسسه تعلیمی رقم 15 برگزار کردید. حاضرین گرامی، در برگزار گردیدن این چهاربینی سهم دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 15 محترم صاحب جانشینان آن کس آیین به تعلیم و تربیت محترمه علیما و نظیره بانو، محترم علیف خوجمقل و محترمه خالا و عدیمه بانو بسا زیاد است، زیرا در سفارش و دستورهای آنها آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک با سروری راهبر اتحاد متحدی این دبستان محترمه رجب و ادیبه بانو توانستند که در یک مدت کوتاه یک چهاربینی قطره از بحر گویان از اشعار ترسنزاده براتان آماده کرده باشند. از این خاطر با عرض احترام سخن را به جانشین دیرکتوری مؤسسه محترمه علیما و نظیره بانو غالب معلم سلام علیکم مهمانان گرامی، آموزگاران، استادان عزیز. راستی من در پیش این قطر محفل سرایا سخن گفتن نتوانم برای اون که همین روز یک مفتون غزلهای زیبای میرزا ترسنزاده شده مونده. ما در حقیقت امروز یک چهاربینی را تماشا کردیم که در خاطره های ما سالهای دراز باقی میمونه. ما اولا از نام ماموریت مؤسسه به مهمانان عالی قدر امروز اشتراک داشته آنها را خیر مقدم میگویم. خوش آمدیدتان به مؤسسه ما. رحمت برای اون که مؤسسه ما را قدر کرده قدم های مبارکتان را گذاشتید. سپساً از نام ماموریت مؤسسه به آموزگاران روحول و خوجمیارov، خلیل و رجب و طاهر و قادر و زینی و آموزگاران فن زبان ادبیات تشکر میگویم که این قطر سهم ارزنده در رفت کارهای آمادگی این چهاربینی داشتند. تشکر می‌دارم از شما و این قطر شاگردان زیبا دارم. من راستیگه که همجشته مفتون سخنهای شما گشتم، مفتون رقصهای زیبا، آن سرودهایی که خواندید در حقیقت عجایب بود. این قطر شما را کفکوبی کردن، همه این لایق و ارزنده بود. آفرین. رحمت.